چلسی PSG را سخت کیدت کرد و دیگر تاپ ترانسفرهای بکار شده زمستانی از چرخ گردون فوتبالی را با عرض سلام این نوبت منظورتان میکنیم. با دهانی که حکیم زیش مراکشی و یا که به قول زبانشناسان وطندارمان حکیم زیاش از کشور مغرب در ساعتهای اخیر پوشیده شوی روزانه زمستانی ترانسفری از چلسی و PSG گذر کردن نتوانست. تیم پاریژی اصلا شکایتنامه به سود هم ارسال نمود ولی تا حال به نتیجه. بر ضمن گزارش بیکار شده حکیم به دسته ناصر قطری معلوم گردید که آوازها سر گزارش بازیگر برزیلی زنیت هم به PSG به حقیقت تبدیل نیافتند. اینجا گپ سری مالکوم می رود که بعد رفتن پابلو سارابیا به وولورهمپتون برای قطریان پاریژی سخت در کار شد. رهبریت PSG مالکوم را میخواست به اجاره بگیرد ولی پولدارانی از ضرب تحریم‌های اروپایی مفلس شده از ساحل دریای نیوا با چشمان گرسنه به ترانسفری پوره بازیگرشان اصرار میکردند. در نتیجه دغدغه عثمانی رسانه‌های روسی تنها بالای ورقه ها ماند و مالکوم با دل پرعلم به سردی‌های زمستانی شمالی پتربورگ طاقت کردن می‌گیرد. بازیگری دیگری که باید در زمستان به تیم دیگری می‌رفت ولی نرفت نیکولو زانیولو از روما است. نسبت این چهره پر استعداد زمین اسپاگتی میلان، بورنموث و تاتنهم دعواگر بودند. اصلا زانیولو را در شهر ریم وارثی توتی میگفتند اما تا به حال هیچ پتانسیلش را گشوده نمیتواند. زمانی که سال 2018 از اینتر خریداری شده بود. در رومای فعلی باشد فوتبالباز 23 ساله که با ژوزه مورینیو پسند نیست به ترانسفر برآورده شد ولی چطوری دیدم به جز اشتیاق از جانب میلان، تاتنهم و بورنموث نیکولو زانیولو را ضرور می آید که مناسبت ها با نفری مخصوص درست نماید. از جانب دیگر خودی بازیگر روما را ترک کردنی نخواست و چنین حالت سری مالک باشگاه دن فریدکین را ویران کرد. با در نظر داشت مناسبت باشگاه و بازیگر میتوان گفت که زانیولو تابستان انیق شهر ابد زنده را ترک میکند. بازیگری دیگری که میبایست این زمستان از ایتالیا میرفت میلان اشکرینیار است. بازیگر منتخب اسلواکیا باید که به PSG میرفت. هرچند که در ماه ینور اسلواکی 27 ساله تومه نوبتی ترانسفری تیم گالتیا نشد، خودی بازیگر تصدیق نمود که تابستان سال 2023 به صف PSG میپیوندد. در ماه ینور باشد اینتر عوض کننده کامل اشکرینیار را نیافت و از این رو اسلواکی نیم سال دیگر در میلان میماند. نفری نوبتی که میبایست ماه ینور از برایتون به ارسنال میگذشت مویسس کایسدو میباشد. بازیگری 21 ساله اکوادوری با نیت انجام گزارش به ارسنال الکی در شبکه‌های اجتماعی با همدستگانش خیر خوش کرده بود اما سرمربی تورنها روبرتو دزربی و رهبریت باشگاه بازیگر را در این وقت و فرصت‌ها فروختن نخواستند. از یک جانب این دسته را نیز فهمیدن ممکن است. آنها الکی تروسارد را به لندن گسیل کردند و از دست دادن بازیگری نوبتی در میان موسم برایشان دردسر ایجاد خواهد کرد. از جانب دیگر برایتون کایسدو را تنها بر عوض 90 میلیون یورو فروختنی بود ولی پیشنهاد آخری ارسنال 80 میلیون یورو را تشکیل میداد. کانونیرها هم دیگر با ناز و نوز برایتون طاقت نکرده از چلسی ژورژینیو را خریداری نمودند. بازیگری مراکشی که بعد انجام جام جهانی قطر از برایش دسته ها کشتل به کشتل شدند ولی اخیراً در یک ماه پره زمستانی به هیچ جای نرفت سفیان امرابات از فیورنتینا می باشد. نسبت امرابات برسلونا، اتلتیکو مادرید و لیورپول اشتیاق خاصه پیدا نموده پیراهن سرخ‌های کلوب به این بازیگر عربی سخت نیاز داشتند. در راهی به دست آوردن سفیان اتلتیکو هم چکانی داشت و در روز اخیری بازار زمستانی ترانسفری باشد برسلونا در بازار شیر شده بود. دسته خاوی میخواست امرابات را به اجاره بگیرد و مراکشی هم به نیت پوشیدن پیراهن معروفتر از تمرین‌های فیورنتینا دیر میماند. در نهایت کار باشد رهبریت بنفشرنگ ها پیشنهاد بارسا را رد نمود و مراکشی سخت خفه شده در ایتالیا ماند. سابق بازیگر رئال مادرید ایسکو را باشد از گزارش به اونیون برلین یک قدمی دیگر جدا میکرد ولی معاینه طبی ناموفق کلی چیز را برباد داد. با گفتی دیگر گویا ایسکو اشتهای بلندی پولی داشته و پولهای بیشتری را طلب کرده است و اما از همین چیز
ناکامی اصلی ایسکو در گذریش به برلین شده است. این اسپانی 30 ساله‌ای که ماه دکامبر سال 2022 با سویل قطعی شرطنامه کرد، توجه نسبت خود از جانب تیم‌های وولورهمپتون، لس آنجلس گلکسی و RB لیپزیگ جلب کرده بود، اما مدعی جدی یگانه نسبتش اونیون برلین بود، تیمی که عین حال بهر مدال‌های طلای بوندسلیگا با باواریا مبارزه می‌برد. بازیگر اسپانی باید بعد نوشت شرطنامه کاری مهلتش تا سال 2024 در پایتخت آلمان خوش‌صفت کاتگری می‌کرد، ولی اخیراً معلوم شد که ایسکو نقص جسمانی و یا خود جراحت داشته است. بارسلونا هرچند بعد خریداری دو بازیگر اتلتیکو مادرید در سیمای آنتوان گریزمان و آردا توران سخت شتاب خورده بود، باز هم درس عبرت را فراموش ساخته نسبت بازیگر سیمیون دست درازی کرد. یانیک فریرا کاراسکو باید که به بارسلونا گزارش میکرد و طبق نقشه پیشکی باید که برای عوض ممفیس دیپای به کاتالونیا میرفت، اما چطور دیدیم ممفیس اخیراً به اتلتیکو بر عوض 3.1 میلیون یورو رفته بود، ولی از کاراسکو در تیم خاوی هیچ درکی نیست. ترانسفری نوبتی انجام نشده زمستانه سال نوین این دو گرفت انجام نشده ارسنال و بارسلونا است. سابق بازیگر لیدز یونایتد رافینیا باید که به ارسنال می آمد و تیم ارتتا با نیت پس کردن غضب‌ها از باخت ترانسفری وقت خریداری مودریک می‌خواست با دعوت رافینیا به دردش ملهم بخشد، ولی اینجا خود رافینیا قرار کرد که در اسپانیا بماند. ارسنال باشد با دهانی باز نایستاده از برایتون لیاندرو تراسارد را گرفت. بارسلونا باشد میخواست صفی بازیگران با نصیب اراوخو را در دست زیاد کند و به همین خاطر خولیان اراوخو از LA گلکسی را زیر نشان گرفته بود. بارسلونا و لس آنجلس گلکسی در مورد گزارش اراوخو به اسپانیا با هم دست فشردند، ولی به قول ESPN حجت‌های ترانسفری سری وقت درست نشده، ترانسفر عملی نشد. اینها هم بودند کلیهان کیدت‌شوی‌های بازاری زمستانی سال 2023. بهر آگاه شدن از گزارش‌های عملی شده ترانسفری دیگر باشد ما را پیگیر باشید. خیر.